زمانی که خداوند متعال از بینی حضرت آدم علیه السلام روح دمید، آدم علیه السلام با عطسه کردن چشمانش را باز کرد و گفت الحمدلله رب العالمین. خدای متعال در جوابش فرمود یرحمک الله، خدا تو را رحمت کند. سپس فرمود من که هستم؟ آدم علیه السلام گفت تو الله هستی و جز تو خدایی نیست. خداوند فرمود درست گفتی. خدا حضرت آدم علیه السلام را روز جمعه آفرید و همان روز در بهشت جا داد. زمانی که روح به آرامی در بدنش پخش می شد، در همه جای جسد خون به وجود آمد. سپس کمرش را صاف کرد و آرام آرام روح در تمام بدنش پخش شد. خداوند فرمود حضرت آدم قبله شماست، به او سجده کنید. همه فرشتگان به سجده رفتند و سالها همانطور ماندند، ولی یک آن دیدند که استادشان شیطان سجده نکرده است و به خدا گفتند خدایا نتوانستی آن را به سجده موافق کنی ولی ما را به سجده آوردی، برای شکر نعمتت یک بار دیگر سجده می کنیم. این را گفته و برای بار دوم سجده کردند. شیطان به دلیل سجده نکردن در یک لحظه نوری که داشت از بین رفت. صورتش همانند خوک و بدنش خیلی زشت شد. هر کس که وارد بهشت می شود در چهره زیبای حضرت آدم خواهد بود، چون آدم علیه السلام آغاز بشریت است. درازای قد او 30 متر است. نوادگانی که پس از حضرت آدم علیه السلام آمدند تا به الان زیبایی های اندام او را رفته رفته از دست دادند. خدا پرسید ای ابلیس، زبانی که تو را به سجده امر کردم چه چیزی مانع آن شده است؟ ابلیس گفت من از او سرترم، چون من را از آتش ولی او را از گل درست کردی. خدا فرمود پس در این صورت همین الان از بهشت خارج شو. در آنجا نمیتوانی ادعای برتری داشته باشی. زود باش، برو بیرون، چون که تو از موجودهای نفرت انگیز هستی. حضرت آدم علیه السلام روزی در بهشت در حال گشتن بود. پس از گشتن خوابش آمد و خوابید. خداوند یکی از استخوان‌های دنده سمت چپش را برداشت و جایش را با گوشت پر کرد و با آن استخوان حوا را آفرید. حضرت آدم علیه السلام زمانی که بیدار شد دید که یک نفر کنارش ایستاده است. حضرت آدم علیه السلام گفت تو که هستی؟ من یک زنم. زن یعنی چه؟ همسر تو، من حوا هستم. تو برای چه آفریده شدی؟ تا من مکمل تو و تو مکمل من باشی. خدا فرمود ای آدم، با همسرت در بهشت زندگی کنید. از تمامی نعمتها هرچه دلتان میخواهد بخورید و بیاشامید. فقط نزدیک این درخت نشوید وگرنه از ظالمان میشوید. شیطان که از این موضوع خوشنود نبود، برای اینی که خدا آنها را از بهشت بیرون کند نقشه ای کشید. ابلیس زمانی که میخواست وارد بهشت شود، نگهبانهای بهشت مانع ورود آن میشدند. در این حین مار آمد. او حیوانی با 4 پا بود و شباهت زیادی به شتر داشت. او در واقع زیباترین بین حیوانات بود. شیطان نزد همه حیوانات رفته بود ولی هیچ کس او را قبول نمی کرد. ولی مار او را قبول کرد و قورت داد و بدون اینی که نگهبانان بفهمند او را وارد بهشت کرد. زمانی که مار وارد بهشت شد، ابلیس از دهان او در آمده و شروع به وسوسه کرد. بدین ترتیب مار نفرین شد، پاهایش از بین رفت و شروع به خزیدن روی شکمش کرد و رزق و روزی او در خاک شد. به همین دلیل دشمن انسانها شد. ابلیس برای اینی که آنها را گمراه کند، از درختی که خدا ممنوع کرده بود میوه‌ای چید و برای حوا آورد و گفت این درخت را ببین چه بوی خوبی دارد، میوه‌اش چقدر شیرین است، رنگش چقدر زیباست. سپس حوا شروع به خوردن از آن کرد و برای آدم نیز آورد و همان حرفهایی را که ابلیس به او گفته بود به آدم گفت. این درخت را ببین چه بوی خوبی دارد، میوه‌اش چقدر شیرین است، رنگش چقدر زیباست. آدم نیز از آن خورد. خدا متوجه قضیه شد. آدم سریع وارد